آهای اهالی فینیتو، ما ناکرو رو از بین بردیم و از شنبه همه چیز به روال عادی برمیگردد. وضعیت اقتصادی هم که خوب شده و میزان رضایت از کت خدا هم که خیلی بالا رفته. این چه وضعشه؟ همش وعده بعید میدهی. دلارم که گران شد. من دستور میدهم که دلار هم پایین بیاید. مسکنم که گران شده. من دستور میدهم که مسکن هم ارزان شود. تخم مرغ که پرواز کرد و خورد و خوراک هم که گران شده. من دستور میدهم که تخم مرغ هم ارزان شود. این چه وضعیته؟ من دستور میدم که اونم بیاد پایین. این همه من دستور دادم دیگه، برای امروز کافیه. فرفر وسط این بزن واشین آباد دوباره چی شده؟ کت خدا آقا، فعلا اهالی را سرگرم کردیم، اما تابستان هم که میاد ما با این دانشجویان و جوانهای فینیتو چه کار کنیم؟ شهریهشان را هم که گرفتیم، الان هم که میگویند شهریه ما را بدهید. فرفر این که کاری نداره، بگو همهشان بیاین دانشگاه، حضوری امتحان بدهند، سرشان گرم میشود، همه چیز را فراموش میکنندی. کت خدا، ما الان تو پیک ناکرو هستیم، چطور بگیم بیان امتحان حضوری بدن؟ امتحانم که بدن یکی یکی دارن از فینیتو فرار میکنن. کی گفته پیک داریم؟ اون پیک ناکرو هست که عید میدادند برای بچه ها. کت خدا آقا، فرار کنید که دارن میان. کی داره میاد؟ همونا که فرفر بهشون دستور داد. تو غلط میکنی به ما دستور میدید. واسه بدبختمون کردیم، بیچارمون کردیم. تو ما رو اینجوری بیچاره کردی، دیگه کسی نمیتونه ما رو بخوره. وایسا.